امروز میخوایم یه تحلیل خیلی جالب و البته تکون دهنده رو با هم بررسی کنیم. تحلیلی که میگه اقتصاد آمریکا کل آیندهش رو روی هوش مصنوعی قمار کرده. یه قمار خیلی بزرگ که سرنوشت مالی یک کشور بهش بستگی داره. خب، بیایید با هم ببینیم این ادعا اصلاً از کجا میاد. خب، اصل مطلب اینه که طبق این تحلیل اقتصاد آمریکا رسما تو منطقه خطر قرار گرفته. ترکیبی از سفته‌بازی‌های دیوانه‌وار وال استریت و این جنگ تکنولوژی که راه افتاده، این کشور رو توی موقعیت خیلی شکننده قرار داده. یعنی یه اشتباه کوچیک میتونه یه فاجعه به بار بیاره. اصل حرف این تحلیل چیه؟ اینه که هوش مصنوعی دیگه فقط یه صنعت پیشرفته نیست. نه، تبدیل شده به تنها ستونی که کل سقف اقتصاد آمریکا رو بالای سرش نگه داشته. این یه وابستگی خیلی خطرناکه. فکرشو بکنید مثل یه ساختمون غول‌پیکر که کل وزنش فقط روی یه ستون باشه. خب، تو این بررسی قرار این مسیر رو با هم بریم. اول می‌بینیم که آمریکا چطوری همه تخم مرغاشو گذاشته تو سبد هوش مصنوعی. بعد میریم سراغ این که این حباب چطوری داره باد میشه و چه انگیزه‌های ژئوپلیتیکی پشتشه. بعدش یه نگاهی به ترک‌های این ساختمون لرزان و واکنش هوشمندانه چین میندازیم و در آخر میفهمیم که چرا این بازی یه بازی مرگ و زندگیه. خب، بریم سراغ بخش اول. داستان اینه که آمریکا تو خیلی از صنایع مهم مثل کشتیرانی یا تکنولوژی‌های پاک از رقباش عقب افتاده. برای همین تمام نیرو و سرمایش رو متمرکز کرده روی یک جبهه، هوش مصنوعی. این دیگه یه انتخاب نیست، یه جورایی اجبار استراتژیکه. این تصویر خیلی خوب نشون میده که چرا آمریکا اینجوری همه چیز رو گذاشته روی هوش مصنوعی. این یه انتخاب از سر قدرت نیست، برعکس از ضعف تو بقیه حوزه‌ها میاد. یعنی هوش مصنوعی شده آخرین امیدشون، آخرین سنگرشون برای اینکه تو صدر دنیا باقی بمونن. خب، این شرطبندی بزرگ استراتژیک پولش از کجا میاد؟ حالا تو بخش بعدی میبینیم که چطور یه سرمایه‌گذاری دیوانه‌وار داره شرایطی رو به وجود میاره که خیلی شبیه حباب‌های اقتصادی معروف تاریخه. فقط یه لحظه به این عدد نگاه کنید. 330 میلیارد دلار. غول‌های تکنولوژی مثل متا، گوگل، آمازون و مایکروسافت فقط امسال قراره این مبلغ رو خرج هوش مصنوعی کنن. منبع ما یه اصطلاح جالبی به کار میبره، میگه اینا مثل ملوان‌های مست دارن پول خرج میکنن. و فکر نکنید این روند داره کند میشه، نه، تازه داره سرعت هم میگیره. پیش بینی میشه سال دیگه این رقم از 400 میلیارد دلار هم بگذره. میدونید این حجم از پول یعنی چی؟ این پول میتونه اقتصاد خیلی از کشورها رو از این رو به اون رو کنه. برای اینکه ابعاد این ماجرا دستتون بیاد، پروژه‌هایی مثل پروژه استارگیت رو در نظر بگیرید که $500 تریلیون، بله $500 تریلیون سرمایه فقط به زیرساخت‌های هوش مصنوعی تزریق میکنه. این دیگه نشون میده که مقیاس سرمایه‌گذاری واقعاً از کنترل خارج شده. و این اسلاید نتیجه این همه هیاهو رو خیلی قشنگ نشون میده. ارزش سهام تو آمریکا، یعنی همون نسبت قیمت به درآمد، رسیده به 21.4. یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌گذارها حاضرن برای هر $1 سودی که یه شرکت در میاره $21.40 پول بدن. این عدد رو مقایسه کنید با بقیه دنیا. میبینید که چقدر غیر منطقی و به قول معروف پرت به نظر میاد. خب، حالا میرسیم به اصل داستان. انگیزه واقعی پشت این همه فشار و عجله برای هوش مصنوعی چیه؟ همه چیز برمیگرده به ژئوپلیتیک و رقابت با یه قدرت بزرگ دیگه. این چیزی که میبینید سیاست رسمیه. یه استراتژی ملی با 2 هدف خیلی واضح. یکی این که هوش مصنوعی ساخت آمریکا رو به متحدانشون صادر کنن و دوم این که جلوی نفوذ چین رو تو کل دنیا بگیرن. پس میبینید که داستان فقط اقتصادی نیست، بحث حفظ رهبری جهانیه. و نکته کلیدی دقیقاً همینه. طبق این تحلیل، تمام بخش‌های دولت آمریکا از خزانه‌داری که داره پول جور میکنه تا سیاست‌های تجاری که تعرفه میذارن، همه‌شون مثل یه ارکستر هماهنگ دارن کار میکنن تا همه منابع کشور رو بریزن توی سبد. برنده شدن تو مسابقه هوش مصنوعی. خب، ولی هر حبابی یه جایی بالاخره آسیب پذیره. حالا وقتشه که به ریسکای داخلی و شکنندگی‌های این استراتژی غول‌پیکر یه نگاهی بندازیم.
اینجا دیگه حساب کتابا با هم جور در نمیاد. یه مثال خیلی واضح. OpenAI پیش بینی میکنه 13 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، ولی قراره سالی 60 میلیارد دلار فقط با اوراکل سرمایه‌گذاری کنه. این یعنی 1.47 میلیارد دلاری هر سال. این شکاف عظیم و خطرناک نشون میده که ریاضیات این مدل اقتصادی اصلاً درست کار نمیکنه. خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه اگه این حباب بترکه چی میشه؟ اینجاست که مفهوم ریسک سرایت یا همون اثر دومینو وارد بازی میشه و ما رو برای اسلاید بعدی آماده میکنه. این اسلاید خیلی خوب اون اثر دومینویی رو که تو منبع بهش اشاره شده نشون میده. ببینید چطور اتفاق میفته. اول هزینه‌های شرکت‌های تکنولوژی متوقف میشه، بعد اون وام‌های کلانی که گرفتن دیگه باز پرداخت نمیشه. بانک‌ها یه ضرر وحشتناک میکنن و در نهایت کل سیستم مالی دچار انقباض میشه. یعنی یه ویروس از دنیای تکنولوژی میتونه کل اقتصاد رو مریض کنه و حتی غول‌هایی مثل جی پی مورگان رو هم زمین بزنه. خب حالا بیایم یه سر بریم اون طرف میدون. ببینیم چین داره چی کار میکنه. استراتژی چین خیلی حساب شده است و با رویکرد آمریکا زمین تا آسمون فرق داره. این مقایسه خیلی جالبه. یه طرف آمریکا رو داریم که به قول این تحلیل داره با نیروی بیرحمانی و سوزوندن یه عالمه پول جلو میره. اون طرف چین رو داریم که با یه استراتژی هوشمند سعی میکنه با هزینه کمتر به نتایج بزرگتری برسه. یه جورایی جنگ پول در برابر جنگ هوش. اینها مزیت‌های استراتژیک چین هستن طبق این تحلیل. مثلا علی بابا استفاده از پردازنده‌های گرون قیمت رو 82% کم کرده. شبکه برقشون رو سریع‌تر و ارزون‌تر می‌سازن و مهمتر از همه دارن صنعت و تکنولوژی رو با هم ادغام می‌کنن تا یه چرخه خودکفا برای هوش مصنوعی بسازن. این یعنی اونا فقط پول خرج نمی‌کنن، دارن هوشمندانه‌تر بازی می‌کنن و این استراتژی آمریکا رو واقعاً به چالش می‌کشن. و بالاخره میرسیم به بخش آخر. جایی که همه این تیکه های پازل رو کنار هم میذاریم تا بفهمیم چرا این یه قمار همه یا هیچ برای آینده اقتصاد آمریکاست. این نمودار شاید یکی از مهمترین اسلایدهای این بحث باشه. ببینید وابستگی اقتصاد آمریکا به رشد هوش مصنوعی چقدر عجیب زیاد شده. سهم این بخش تو رشد تولید ناخالص داخلی از کمتر از 0.2% پریده به 1.5%. این یعنی یه جهش تقریباً 8 برابری. باور نکردنیه. این یعنی چی؟ یعنی بخش هوش مصنوعی الان مثل یه لوکوموتیو قدرتمنده که داره کل قطار اقتصاد آمریکا رو به زور جلو میکشه و ضعفای بقیه‌اش رو پنهان میکنه. اگه این موتور خاموش بشه، تصویر اقتصادشون کاملاً فرق میکنه و خیلی هم نگران کننده میشه. موسیقی نباید متوقف بشه. و با این سوال تکون دهنده این بحث رو تموم میکنیم. این منبع هم میگه این یه شرط بندی همه یا هیچه. حالا سوال اینه که اگه این شرط بندی شکست بخوره، آیا ممکنه بحران سال 2008 در مقابلش مثل یه بازی بچگانه به نظر بیاد؟ این سوالیه که باید بهش فکر کنیم.